درود به یاران، همراهان و همرزمان انجمن پادشاهی ایران تندر. و روی به دلیل برخی مشکلات فنی شب گذشته نشد که برنامه رو در کنار هم داشته باشیم و کار به امشب موکول شد. انجمن پادشاهی ایران همواره تلاش داشته با دوری از حواشی و برنامه‌های انحرافی روند آزادی و نجات کشور رو دنبال بکنه و برنامه‌های اساسی و اصولی خودش رو به پیش ببره. از اون جهت که این برنامه‌ها خود به اندازه کافی اونقدر مهم و حساس هستند که کار بسیاری رو طلب میکنه و علاوه بر کار بسیار تمرکز بسیاری هم نیاز داره و به طبع پرداختن به حواشی یا مسائل حاشیه‌ای میتونه از کیفیت کار یا روند مطلوب جریان طرح‌ها بکاهه. ولی شوربختانه از اونجایی که ما در روند آزادی کشور با یک مسمومیت جدی و شدید مواجهیم و این شوربختی از این روی هست که به همون اندازه که جریان پادشاهی خواهی و گفتمان پادشاهی ایران همونطور که قوی‌ترین و بهترین راه حل و برترین گفتمان به عنوان آلترناتیو جمهوری اسلامی ایران هست، به همون نسبت هم وقتی که مسمومیت از قبل همین گفتمان به درون جریانات سیاسی نشت کرده میتونه تأثیری چنان مخرب و بدخیم داشته باشه که تمام جریانات مبارزاتی و اعتراضی رو تحت تأثیر خودش قرار بده. و قطعا دست کم خود یاران و همراهان انجمن پادشاهی میدونن که انجمن پادشاهی ایران همواره در دو جبهه در سالهای گذشته تا امروز جنگیده. یکی بر علیه خود جمهوری اسلامی بوده مبارزات و جبهه دوم شفافسازی و پاکسازی جریان پادشاهی خواهی از وجود جرثومه‌ای به اسم رضا پهلوی که همواره در بزنگاه‌ها و شرایط ویژه به دلیل معروفیت و از قبل نفوذ دودمانی خودش استفاده میکنه تا یک مأموریت بسیار کثیف و پلشت رو به انجام برسونه. انجمن بارها عنوان کرده که دودمان پهلوی با تمام وطن دوستی و زحمات شایانی که برای کشور ایران کشیدن و پادشاهان پهلوی که همواره تلاش داشتند در کنار مردم ایران و ایرانیت بایستند، اما چه بر اساس قوانین پادشاهی و چه بر اساس ویژگی‌های سلطنت و اساساً آلودگی این پادشاهی نظیر سایر سلسله‌های اسلامی در ایران، این دودمان کارش پایان یافته و به استناد تاریخ یک دودمان کاملا سرنگون شده هرگز دیگه نمیتونه مشروعیت بازگشت به تاج و تخت رو ازش برخوردار باشه. ولی با این حال میبینیم که به دلیل ناگاهی‌های تاریخی و سیاسی که تمام دوران قرن معاصر گریبان ایرانیان رو گرفته، پذیرش چنین قواعدی و چنین اصول بنیادینی حتی از سوی صاحب نظران و فعالین و کنشگران فرهیخته هم تا حدودی نادیده گرفته میشه و این جای شوربختی است. گویی به همون اندازه که هنوز ما با وجود پیشرفت تکنولوژی و تغییرات اساسی در ساختارهای سیاسی و نظم جهانی هنوز موفق نشدیم کشفیات ارزنده‌ای از تاریخ باستان ایران و تمدن ایران رو شناسایی و تحلیل بکنیم، به همون اندازه هم در تحلیل مسائل راهبردی و سیاسی این فرصت هنوز به ما دست نداده. بنابراین بدون در نظر گرفتن قواعد، مسائل علمی و استراتژیک
عمدتاً جریانات اعتراضی علیه جمهوری اسلامی احساسی و تبلیغی دنبال میشه و انجمن مجبور هستش که پیوسته سمزدایی بکنه و هشدار بده نسبت به اینکه چرا سالهای متوالی است ما در عدم سازماندهی، در عدم اعتماد ملی و در شرایط مسموم هستیم. امشب من قصد دارم که به شکل پیشرفته تری و ساده تری در واقع با تفکیک سرفصل‌های این مسمومیت عنوان بکنیم چرا شخصی به اسم رضا پهلوی با در اختیار گرفتن جریانی به نام پهلوی است از موضع نامشروع خودش استفاده میکنه که به دو منظور فعالیت داشته باشه. به شکل حیرت انگیزی نخستین گام این منظور بقای جمهوری اسلامی است که از زدوبندها و عواقب همان نامشروعی و حساب و کتابی که با سران جمهوری اسلامی از رخداد مسائل پیش از انقلاب 57 با هم داشتن و منظور دوم اساساً انتقام از پادشاهی ایران، انتقام از مردم ایران و کوروش بزرگ. اینها مواردی است که برای شناخت و درک دقیق اون شما بایستی سالها مبارزه کنی و در فضای سیاسی بجنگی تا به تجربه و فن کسب کنید که با چنین جانوری مواجه هستید، با چنین مأموریتی روبرو هستید. در غیر این صورت اسیر احساسات و روندهای رسانه‌ای کانالیزه خواهید شد و در مسمومیت خواهیم ماند همانجور که تا امروز می‌بینیم. خب حالا در یک فرایند سطح بالاتر مأموریت جریان پهلوی است با یک همایشی همراه شده که به نظر میرسه در ظاهر البته نسبت به فعالیت‌های پیشین قدری با بهره بالاتر و گسترده تری به میدان آمده و در شرایطی که کشور ایران هم از لحاظ وضعیت حاکمیت جمهوری ننگین اسلامی هم از بابت مشکلات و عوارض این حاکمیت و هم به جهت موقعیت جنگی و خطیری که در اون قرار گرفتیم این جریان سعی میکنه که با یک آرایش جدید و گسترده تری به میدان بیاد ولی با همان مأموریت کارش رو انجام بده و در میدان حضور پیدا کنه، یعنی بقای جمهوری اسلامی و به موازات اون انتقام از ایران در راستای اسلام شیعه و جمهوری اسلامی. بنابراین ما مجبور هستیم که در سطح پیشرفته تری این فرایند رو و این عملیات ها رو که جداً عملیات های پدافندی و در واقع امنیتی سیاسی است رو افشا بکنیم تا همچنان تلاش کرده باشیم در جبهه دوم کشور و مردم رو از شر این مسمومیت رها و قطعاً به نظر میرسه که این مبارزه تا روز سرنگونی جمهوری اسلامی ادامه خواهد داشت به شرط اینکه واقعاً ما در این جبهه پیروز بشیم. انجمن پادشاهی ایران راستین و شفاف از گفتمان پادشاهی ایرانی و مزدایی گفتگو می‌کنه. قانون و اسناد ساختاری این پادشاهی رو به شکل مدرن و پیشرفته خودش رو هم ارائه داده و مشی روی کرد و برنامه‌های جدی که در بهترین حالت برای سرنگونی جمهوری اسلامی لازم بوده رو هم ارائه داده و در این راه اقدام کرده و جانفشانی‌های بسیاری هم از سوی هموندانی انجمن صورت گرفت. اما در مقابل جریانی که به ظاهر به نظر میرسه همین گفتمان رو نمایندگی میکنه رفتار و رویکردی داره که فقط و فقط نتیجهش تا به امروز زمان خریدن برای جمهوری اسلامی و در هر مقطعی که به میدان آمده امید کاذبی ایجاد کرده که به نظر میرسیده بله این بار دیگه کار تمامه، ولی پس از چندی
مشخص میشه که نه، شدنی نبود و نشد و منتظر ستون بعدی و فرج بعدی باشیم. این که چرا رضا پهلوی صد و عامل مسمومیت سیاسی نهادهای مبارز به عنوان یک اپوزیسیون فیک از نظر ما شناخته میشه، محور نخست گفتگوی امشب ما خواهد بود. و محور دوم این هستش که حتی با وجود یا با در نظر گرفتن این که جریان رضا پهلوی و طرحهای او راستین هست، حمایت از این گفتمان یک اشتباه راهبردی و یک خطای استراتژیک برای همه اونهایی که از او حمایت میکنند، چه نهادها یا دولتها و چه افراد و مبارزین و کنشگران. در توضیح محور نخست که قصد داریم نشان بدیم چرا رضا پهلوی فیکه، چرا مزدور جمهوری اسلامی است، چرا در قالب یک استراتژی سیاسی امنیتی برای بقای جمهوری اسلامی با آخوندها همکاری میکنه، موارد مهمی رو خواهیم گفت. اصول اساسی و استراتژیک رو بر اساس استانداردهای علوم استراتژیک هم با هموندان انجمن پادشاهی و هم با هواداران و مخاطبین انجمن در میان خواهیم گذاشت تا امشب بسیار بیشتر از گذشته و بهتر از گذشته با این جریان آشنا بشیم. جریانی که حتی ممکنه در انتهای خودش، در انتهای مأموریت خودش به قربانی شدن رضا پهلوی هم ختم بشه، چون معمولا در پروژه های امنیتی عامل برای جلوگیری از افشای اطلاعات حذف میشه. موارد کلیدی رو نسبت ویژه با رضا پهلوی و در راستای تعریف استراتژی مربوطه اون با شما خواهم. از عوامل نشان دهنده دروغین بودن و فیک بودن رضا پهلوی نسبت به ادعایی که در جریانات سیاسی داره، نخست فقدان راهبرد انقلابی و حتی یک برنامه تاکتیکی واقعی است. شما گاهی دیدید که این فرد از تشکیلات حرف بزنه، از نیروی سازمان یافته صحبت کنه و از فاز گذار به روشنی صحبت کنه که اساساً این دوران گذاری که خودش رو همین اخیراً رهبر این دوران معرفی کرده و به میدان انداخته چگونه انجام خواهد شد. بسیار خوب، فرض میکنیم که اساساً رسیدن به یک رفراندوم هدف ماست. رسیدن به این رفراندوم چگونه انجام میشه؟ این فرایند گذار یا این فاز گذار با چه استراتژی و با چه عملیاتی، با چه مکانیزمی انجام میشه؟ چیزی است که همواره رضا پهلوی به زیرکی با بهانه این که ما نبایستی راجع به آینده الان دعوا کنیم از روی این فاز میپره و در واقع از یک تکنیک امنیتی استفاده میکنه، از یک مغلطه نسبت به یک موضوع فرعی استفاده میکنه برای پرش از روی یک موضوع اصلی. امروز که میگیم در یک رویکرد پیشرفته تر آمده و پروژه همکاری ملی رو در مونیخ به نمایش گذاشته، در ظاهر به نظر میرسه مقداری از همین فقدان راهبردی که من عنوان کردم دیده میشه. یعنی صحبت از ثبت نام نیروهای نظامی و امنیتی شده، QR کدی که برای ثبت نام در اختیار اونها قرار داده شده و حتی ادعا میشه که در طول همین 10 روز گذشته 50,000 نفر پیوستند. این که این فرایند هم دروغ دیگری است رو در بحث معرفی تطبیقی استراتژی خواهم گفت، ولی همینجا توضیح میدیم که اگر دقت بکنید فقط به صورت ظاهری از یک نیروی نظامی ثبت نام شده نام برده میشه. هیچ نشانه جدی مبنی بر این که این اتفاق افتاده دیده نمیشه. شما در همین کنفرانس دیدید که تا نمایندگان کوچکترین و گمنامترین جریانات اعتراضی
کانالیزه شده بودند و دعوت شده بودند به این همایش. نیروهای بسیاری که اصلا ما از اونها شناختی نداشتیم. حالا که به نظر میرسه سازماندهی یک نیروی نظامی در شرایط جنگی طبق مانیفست انجمن پادشاهی اتفاقا از سالهای پیش، نه فقط امروز، این هستش که فرایند گذار و سرنگونی جمهوری اسلامی با سازماندهی یک نیروی نظامی بزرگ و ویژه انجام بشه و مهمترین و اصلی ترین خط کاری امروز هست، فقط یک صحبت سطحی و یک آمار خشک و خالی به قول معروف از این ظرفیت و پتانسیل نظامی عنوان میشه. در عین حال هیچ طرحی برای کنترل نهادهای نظامی، امنیتی، قضایی یا اقتصادی دیده نمیشه. بایستی همون نهادهایی که رضا پهلوی رو تو این پروژه همراهی میکنند از طریق کانالهای دیگه بیان و تحلیل ارائه بدن که طور مثال این سازماندهی صورت گرفته و خیلی هم خوشگل از راهکارها و راهبردهای انجمن پادشاهی کپی میکنند که با یک کانال رمزنگاری شده در جریان خواهند بود، هسته ها رو تشکیل خواهند داد، ولی رضا پهلوی نه توان ورود به همچین مقوله هایی رو داره و نه اساساً وظیفه‌اش چنین کاریه. همش نمایشه. صحبت از گذار میکنه اما گذار از کجا به کجا معلوم نیست. هیچ سندی ارائه نمیده. شما دست کم در فرایند رهبری مردم یا رهبری دوران گذار لازم نیست بیای با عز و التماس به سراغ تمام گروه‌ها و نهادهای سیاسی بری که هیچ برنامه‌ای هم براشون نداری. دست کم روی گفتمان خودت بایست. اگر به خودت و همراهان خودت و پیروان خودت باور داری و خودتو مشروع میدونی، خب از گفتمان خودت استفاده کن، بقیه رو نجات بده. چرا اصرار و تأکید بر این داری که ما به گفتمان‌ها توجه نکنیم ولی همبستگی داشته باشیم؟ دوگانگی‌ها، تناقض‌ها، اینها جزئیاتی است که بایستی دقت کنیم و ببینیم چرا در نهایت همین امشب که مردم در گیلان یا تهران به خیابان میان، جز اون آبی که روشون بسته شده و برقی که ازشون دریغ شده هیچ چیز دیگه ای ندارن بگن. نمیتونن، نمیدونن کی باعثشه. جمهوری اسلامی که نشسته اون بالا میگه من میزنم میکشم، من یک هیولام. اصلا تفسیر و تحلیل لازم نداره که بخوایم اون رو انکارش کنیم و ازش بدمون بیاد. این ور مهمه. آلترناتیو چی میگه؟ میگه هیچی نگیم، به هیچی فکر نکنین، به هیچ جا معلوم نیست بریم، ولی من رهبرم. شگفتا که بسیاری همچنان فریب میخورن و در دلشون امید واهی شکل میگیره. البته هدف همینه. جادوی استراتژی هایی که بابتش پول خرج میشه و نهادهای امنیتی با شناخت از وضعیت یک جامعه اون رو طراحی میکنن، همین هدف رو دنبال. حالا نکات کلیدی دیگر رو هم من باز میگم که این برای مردم عزیزمون باز بشه. نکته دوم، گریز مداوم این فرد از تعهد سازمانی. در هیچ ائتلافی یا جریانی به شکل جدی و ماندگار حضور نداشته. نگاه ببینید نکاتی که من میگم اینها نکات استراتژیک در مسائل راهبردی مبارزات سیاسی است. اینا ربطی به رضا پهلوی نداره. اینها الفباست. ما بر اساس ادبیات مبارزاتی داریم این آدم رو تحلیل، نه بر اساس سلیقه شخصی یا حتی مقایسه با خود. تعهد سازمانی یعنی این که شما اگر حرف و گفتمانی دارید و اون رو برای نجات مردم خودت روی میز گذاشتی، دائما نسبت به اون جایگاه تعهد داشته باشی، نه اینکه برنامه‌ها و طرح‌ها رو دائم تغییر بدی، موقعیت و مسئولیت خودت رو نامش رو عوض کنی و از یک طرح ناقص به طرح ناقص دیگه روی بیاری. این رو بهش میگیم گریز از تعهد ساز. همیشه به گونه‌ای رفتار کرده که نقش رهبری رو مطالبه بکنه ولی مسئولیت نمیپذیره. با تناقض‌گویی. اینها از خنگی نیست که، اینها عمدی درش هست.
در لحظات بحرانی هم عقب میکشه. یک سکوت تحمل برانگیز در شرایطی که شما احساس میکنید الان موقعشه که بیاد و یک کار مداوم و مشخص رو انجام بده. پیوسته در خلاها و در فضاهای خالی خبری حضور پیدا. تناقض در شعار و عمل. نکته بعدی، اونقدر که با نهادهای غربی، شخصیت‌های غربی، اروپایی، امریکایی فرق نمی‌کنه، اسرائیلی فرق نمی‌کنه، حشر و نشر داره، روی صحبتش با مردم نیست. ما هیچ گزارشی از نشستای ایشون دریافت نمی‌کنیم. هیچ گزارشی و شفافسازی در مورد بودجه، سازمانسازی یا زدوبندهای احتمالی این آقا وجود نداره و دائم هم همه رو به سمت خودش فرا می‌خوره. حمایت رسمی یا نیمه رسمی نهادهایی که سابقه مداخله در خاورمیانه دارند اما هرگز علیه جمهوری اسلامی اقدام نکردن. در امریکا هست نمونه‌اش می‌طوره، مثل در اروپا هست، میره با اینا کار میکنه. کی دیدید که رضا پهلوی یک جریان جدی علیه جمهوری اسلامی رو حمایت میکنه؟ همزمان شعار استقلال میده ولی خودش مهره پروژه‌های دیگه است. این تناقضات رو خودتون بشمارید. پیوسته در قبال نیروهای واقعی و براندازان میدانی، همین کسانی که کشته شده بودن و نابینا شده بودن، چه خانواده‌هاشون چه خودشون در همایش مونیخ بودن، ولی واقعا هیچ وقت حمایت نکرد. دائم تو ذوق برانداز زده. و من امروز خواهش میکنم که، یعنی امیدوارم این برنامه ما به گوش براندازا برسه، چون میدونم اون کسانی که برانداز میدانی هستند این رفتار رضا پهلوی خیلی ممکنه اونها رو دلسرد کنه، چون اونها نیروهای باهوشی هستند، اونها متوجهن. نیروی برانداز میدانی نیروی نون به نرخ روزخور نیست، یک نیروی فداکاره، یک نیروی از جان گذشته است که با هوش و با آگاهی داره از جان مایه میگذاره و این رفتارها و نادیده گرفتن اونها و مصادره کردن اونها بعد از کشته شدن یا اسیر شدن یا نابینا شدن و مصدوم شدن بسیار آزردشون میکنه و قطعا دل سردشون. بارها دیدیم اساسا هر وقت رضا پهلوی در جریان یک خیزش میدانی پا وسط گذاشته، خیزش خاموش شده. گویی نیروی برانداز میگه ای وای این دوباره پیدا شد. هیچگاه از انجمنهای مؤثر، گروههای مؤثر که ضربات مهلکی به این رژیم زدن و تمام ایرانی هم بودن، مثل همین انجمن پادشاهی، یاد نکرده جان باختگان انجمن رو مصادره میکنه، درفش کاویانی رو مصادره میکنه، ولی از آرمان این انجمن هیچ وقت حمایت نمیکنه، چون میدونه وقتی که انجمن پادشاهی به همون اندازه که دشمن جمهوری اسلامیه در مقابل جمهوری اسلامیه، رضا پهلوی هم به همین اندازه انجمن رو در مقابل خودش میبینه، خب باید بفهمیم دیگه جمهوری اسلامی و رضا پهلوی در یک جبهه است. این انجمن آینه تمام نمای مبارزات است. هیچگاه از آرمان و ایده شهدا و قربانیان واقعی نام نمید، چون نقش مهار کننده داره نه تحریک کننده. شما وقتی آرمانها رو در کنار اون کسانی که جان باختن فریاد بزنی، یعنی به دنبال تداوم این آرمانها و به دنبال تداوم این خیزش‌ها و شجاعت‌ها هستی. ولی رضا پهلوی که این نقش رو نداره، اون پول گرفته که به بقای جمهوری اسلامی کمک بکنه. حالا جالبه که این روزها بعضن شنیدم که دست کم رضا پهلوی در پروژه پوست‌اندازی رژیم داره نقش ایفا میکنه. من شخصا بعید میدونم، به دلیل اینکه باور دارم قوانین سیاسی نقض نخواهد شد. قرار نیست رضا پهلوی واقعا به جایی برسه. اون در حال فریب مردم ایرانه برای بقای جمهوری اسلامی. شغل شاهزادگیش در این راستا تعریف شده، ضمن اینکه هیچ منافاتی هم با اسلامیت حاکم بر ایران نداره، از جنس خودشه قانونا، و مردم هم تا وقتی فریب بخورن خب بس از ماست که بر ماست دیگه، همه چی درست حساب در میاد، کسی هم دخالتی نمیکنه. حالا به اون محور دوم که برسیم،
بحث حمایت نهادهای غربی یا مخصوصا کشور اسرائیل از رضا پهلوی نکات عجیبتری هم آشکار میشه. خواهیم رسید تا هر زمانی که برنامه امشب زمان ببره، ولی من سعی خواهم کرد که تمامی نکات استراتژیک و راهبردی رو دقیق توضیح بدم، چون داریم هزینه میدیم. ثانیه به ثانیه ما مردم ایران و کشور ایران داره هزینه میده. داریم بدبختی میکشیم از یک نابسامانی و از یک دشمن بزرگ و پنهانی که خیلی ها فکر میکنن نجات بخشه. عرض کردم جمهوری اسلامی که تکلیفش مشخصه، ضعیف، بدبخت، منفور. پس وقتی این رژیم نمیره و نیروها نمیتونن در یک صف بسیج بشن برای سرنگونیش، باید بیایم تو نیروهای خودی پاکسازی بکنیم، آسیب شناسی بکنیم، چراغ قوه بندازیم، ببینیم مشکل کجاست، ذره‌بین بندازیم. یه دونه مورچه کف موزاییکای خونه میبینیم، تا سوراخش رو پیدا نکنیم ولی چنان هیولایی زندگی و آینده همه ایرانیان رو به گروگان گرفته، مورد تمجید و تشریفات هم قرار شده. در دوره‌ای سخت هموطنان و هموطن از آزمون تاریخی قرار داد. یک نکته کلیدی از رفتار رضا پهلوی رو میخوام بهتون بگم، فوق‌العاده کلیدی، بسیار بسیار مهم و قابل توجه. رضا پهلوی درست در اوج بحران و در زمانی که مردم واقعا نیاز مبرم به یک رهبری دارند، به عمد کاریزمای خودش رو کاهش به شکل عجیبی. رضا پهلوی در شرایط ویژه دقیقاً مثل همین همایش موضع رهبری خودش رو با یک عنوان دیگه جابجا، خودتون میتونه حدس بزنید، کاهیدن عمدی از وجه کاریزمای رهبری. رو کاریزما که نداره خدا رو شد، ولی بحث ما استراتژیکه. کاریزما به معنای توانش پذیرش رهبری یک فرد یا گروه در اجرا و اقدامات لازم در یک عمل، در یک فرایند. اون نکته اتکا برای ایجاد وفاداری و همپیمانی و تداوم همکاری. این موضع رو رضا پهلوی کاهش میده، اسم براش میذاره، عوضش میکنه، تغییرش میده. به همین روی نیروی میدانی یا نیروی براندازی که آماده نشستی که این دفعه خودش رو تحت فرمان یک رهبر قرار بده، یه دفعه میریزه، خورد میشه. من جایگاه سیاسی برای خودم قائل نیستم، من پدرم، من اینم، من اونم. این همه سلطنت طلب تو اون سالن خودشو پاره میکنه که جاوید شاه، این میگه خفه شید. تا اگزاجره ترین حالت و چطور بگم افراطی ترین حالت ممکن، کسانی که به هر حال خودشون رو به اون همایش و در نزدیکی رضا پهلوی رسوندن، حتی با سجده سعی میکنن اون رو به رهبری وادار کنن و اون تفره میره. این نکته کلی، یعنی رضا پهلوی ریگ به کفششه. اینها نکات کلیدی بود راجع به شخص رضا پهلوی که نشون میده چرا این آدم فیکه و اساساً مأموریتش چیز دیگه است. ما در مدل‌های امنیتی یک اصطلاحی داریم به اسم مهره سوخته طلایی. در سیستم‌های امنیتی گاه مهره نیمه محبوب که برای تجمیع جریان خاصی یا نیروهای خاصی به میدان آورده میشه تا مأموریت اجماع سازی انحرافی یا ایذایی رو اجرا بکنه، در لحظه مناسب قربانی خواهد شد. یه اصله. به دلیل اینکه مهره که در حال اجرای یک عملیات منفی امنیتی است، بیشترین اطلاعات رو در مورد اون عملیات در اختیار داره. چرا؟ چون نقش اول اون عملیات ایذایی یا نمایشی. بنابراین بهترین کار برای حفاظت از اطلاعات اون عملیات حذف اون مهره است. حالا چرا واژه طلایی به این مدل داده شده؟ برای اینکه نسبت به اون
اصطلاح مهره سوخته روتین این کار دو مزیت اساسی با خودش داره. یکی اینه که در شرایطی قربانی حذف میشه که اون نهاد امنیتی به دلسردی کامل نیاز داشته باشه. به طور مثال اگر قصدشون پوست اندازی باشه و تمام اون حس انقلابی و یا اعتراضی رو بخوان کاملا از بین ببرن، مهره‌ای رو که تمام انرژی های انقلابی رو به سمت اون کانالیزی کردن وقتی حذف کنید دلسردی کامل یا یخزدگی ایجاد میشه. مورد دوم، قربانی هدف سازی شده بازگشت یا پوست اندازی نظام هدف رو توجیه. در واقع قربانی همیشه در مدل مهره سوخته طلایی عاملی است برای اجرای پلان بی در نظام‌های در حال فروپاشی. این پلان بی جمهوری اسلامی ممکنه بپرسید خب این چیه؟ پلان بی جمهوری اسلامی این هستش که زمانی که با ایجاد فاصله کامل با مردم ایران و با سیاست‌های منطقه‌ای موفق شده هم به مال‌اندوزی، ثروت‌اندوزی و هم در اختیار گرفتن کامل منابع قدرت در کشور در سازماندهی با استفاده از سازماندهی خودی، یعنی منابع کشور رو و ظرفیت‌های کشور رو در طول زمانی که خودش رو از مردم ایران و از جهان مدرن جدا کرده، این منابع رو در اختیار گرفته، براش پوشش درست کرده. حالا میخواد به پلن بی بره، یعنی از این حالت رادیکال و ایدئولوژیک به یک قالب سکولار ولی دروغین پوست اندازی بکنه. در این حالت که هسته قدرت حفظ میشه ولی تمام اون ظرفیت‌ها، منابع و ثروت در اختیار عوامل همون نظام یا جمهوری اسلامی باقی میمانه، این همون پلان بی یا پوست اندازی جمهوری اسلامی است که ما میگیم دست کم اگر رضا پهلوی بنا باشه که بعد از این سالها بر اساس همایشی که در مونیخ دیدیم سفیری باشه یا نماینده‌ای باشه برای اون جریان پوست اندازی که نیست، دست کم قربانی خواهد. پلان بی هم خیلی ساده یه اصولی داره، یعنی شما وقتی که میخواید یک پوست اندازی رو تشخیص بدید، معمولا با یک ژستای مشخصی اون پوست اندازی انجام میشه و یک راهکارهایی داره، مثل پوشش دموکراسی، صحبت از دموکراسی، فرار از گفتمان در واقع به ترم‌های سیاسی. شما رو توی ترم‌های سیاسی بازی میدن ولی همواره اجازه نمیدن که به گفتمان ها فکر بکن. از بین ترم‌های گوناگون دموکراسی بسیار ترم فریبنده. بنابراین گفته میشه که اگر این رژیم ایدئولوژیکه، ما میخوایم بریم به یک حکومت سکولار. این پوششش خیلی کلی. در پلان بی همواره ثروت و رانت‌های قدرت حفظ میشه. قطعا شما بایستی به عنوان نهاد امنیتی به صاحبان قدرت و ثروت اطمینان خاطر بدی تا اونا اجازه پوست اندازی رو بدن. پس صدوبند و توافق جزو مشخصهای پلان. تا چه اندازه؟ در تمام پلان. یعنی از فردی که قرار رهبری اون جریان رو به عهده داشته باشه تا تمام کسانی که نقش سیاهی لشکر یا دستن در کار برای این پلان رو خواهند داشت، همه بایستی کانالیزه و تحت قرارداد باشند. در جریان یک پلان بی انقلاب از درون باید مهار بشه، فضا نرمسازی بشه، بعضی از شرایط رادیکال دولت یا نمایندگان اون نظام وانمود به عقب نشینی بکنن. میبینیم در مسائل اینترنتی یا مسئله حجاب و اینها انقلاب از درون باستی مهار بشه. سرکوب شدیدی هم ممکنه رخ بده در پلان بی، یعنی ممکنه شما با خنثی‌سازی نیروهای میدانی مواجه بشین که هستیم. اعدام ها رو ببینید خیلی تاثیر میذاره. مبارزین واقعی جدا از کاری که رضا پهلوی میکنه با اون موج شدید سرکوبی که جمهوری اسلامی به راه انداخته در زندانها
برای اعدام یا بریدن حکم اعدام، اینها همه نشانه های یک پلان بی است. یعنی اون بنیانهای ثروت و قدرت، چه نظامی چه اقتصادی چه حتی مذهبی، حفظ میشه، ولی یک چهره کاملا سکولار و آرایش یافته در رسانه ها به مردم فروخته میشه. استفاده از رضا پهلوی میتونه دست کم برای تکمیل کردن اون پوشش باشه. حالا بعدش قربانی بشه که حتمیه، ولی من عقیده دارم که رژیم قصد نداره به اونجا هم برسه. یعنی تا اونجایی که شده اینها میخوان در واقع جمهوری اسلامی رو تداوم بدن، کار دارن باهاش، مگر اینکه رضا پهلوی همون امام زمانشون باشه. اینم میشه. بنابراین رضا پهلوی نه تنها فیکه، بلکه در چارچوب طراحی امنیتی جمهوری اسلامی نقش بازه، چه بدونه چه ندونه، چه بخواد چه نخواد. این اساساً انگار نقشیه که از پیش براش تعریف شده. رضا پهلوی رو ابزار جذب نیروهای قرار میدن که قبلا خنثی شد. ما در انجمن از این نکته همواره به عنوان جنازه دزدی یاد کردیم. یعنی بعد از خنثی شدن نیرو، بعد از مصدوم شدنش اون رو جذب میکنه، نه قبلش. رضا پهلوی ضامن تداوم هسته‌های قدرت در جمهوری اسلامی، چه الان چه در صورت فروپاشی. قوی‌ترین سوپاپ اطمینان رژیم برای مهار خیزش مردم یا یک انقلاب واقعی یا یک تغییر اساسی رضا پهلوی است. چرا بزرگترین و مهمترین سوپاپ اطمینان؟ در امور استراتژیک، در بحث استراتژی‌های امنیتی و سیاسی، ما اتودهای خیلی پیشرفته‌ای داریم که شما در هیچ آکادمی با اونها آشنا نمیشید، در هیچ کلاس درسی با اونها آشنا نمیشید، برای اینکه مباحث بسیار مهم و فوق امنیتی هستند. یا باید تجربه زیادی در امور استراتژیک و امنیتی داشته باشید، مثل کسی که چیزی از فوتبال نمیدونه ولی با توپ انقدر روی زمین میدوه تا اون بازی رو یاد بگیره. یا اینکه لطف خداوند نصیب حالتون بشه و سر از جاهایی در بیارین که با این اصول برخورد بکنین، با این مبانی و استراتژی‌ها برخورد بکنین. بعضاً در منابع خاصی مثل انتشارات اتاقهای فکر یا مراکز علوم استراتژیک هم میشه تا حدودی با استراتژی‌های امنیتی سیاسی برخورد کرد، ولی پروژه‌های روز معمولاً از چشم و از دید پنهان است. انجمن پادشاهی ایران و یاران ما در انجمن در سال گذشته با یاری اهورامزدا کمک کردند تا یک منبع بسیار قوی و جامع در باب استراتژی، اون هم استراتژی پیشرفته، چه در علوم نظامی، اقتصادی، سیاسی و حتی استراتژی‌های مدرن، استراتژی‌های فضایی و آینده نگر در انجمن شهریور تدوین بشه. طی تدوین این کتاب، ضمن اینکه خب کتاب هم گردآوری استراتژی‌های منابع مختلف غربی است که تاکنون در منابع فارسی کمتر دیده شده، و هم نظریه‌های جدیدی رو در باب استراتژی مطرح می‌کنه. در بخش استراتژی‌های امنیتی و سیاسی واقعاً رضا پهلوی به شکل عجیبی با بخشی از مفهومی به اسم گرگ در لباس میش همخوانی داشت. این واژه رو زیاد شنیدیم. جورج سایمون در کتاب A Wolf in Sheep's Clothing یا گرگ در لباس میش، که در واقع یک تحلیل روانشناختی از رفتارهای فریبکارانه هست، این مسئله رو زیر ذره‌بین گرفته و در اتاقهای فکر همواره در عملیاتهای فریب گرگ در لباس میش یکی از بهترین راهبردهاست. ولی رضا پهلوی از نظر ما تفاوت‌های قابل توجهی با این مقوله داشت. حتی یعنی وضع خیلی
خرابتر از این حرفا. گرگ در لباس میش خیلی از قد و قواره رضا پهلوی کوچکتره، تنگتره. ضمن این که همواره شاهنامه فردوسی الگوی مطالع و مبانی نگارشی انجمن پادشاهی بوده، ما دیو سپید در شاهنامه رو بسیار آزنده تر از گرگ برای رضا پهلوی دید و مشخصاتی هم در عملیات‌های فریب روانی، یعنی در عملیات‌های روانی علائمی وجود داره که بخشی از همون، یا نکات و ویژگی‌هایی است که بخشی از همون عملیات‌های روانی است. ولی برای رضا پهلوی ما با یک نشانه‌ها و آیکون‌هایی برخورد کردیم که سازگاری خیلی عجیبی داشت. بنابراین این نشانه‌ها و این ویژگی‌ها رو به شکل خاصی در قالب استراتژی دیو سپید توسعه دادیم و تعریف کردیم به عنوان یک استراتژی مستقل و جدید. قطعاً کشور ایران با این همه ثروت برای جلوگیری از بازگشت هویت اصلی و قدرت واقعیش بایستی حتما یک دشمن در لباس دوست فوق‌العاده مخوف در نظر گرفت، چیزی که کدش رو به راحتی هر کسی نتونه باز کنه. رهبر دروغینی که واقعا بشه خیلی ها رو باهاش فریب داد و دست کم ایجاد مسمومیت کرد. و چه کسی بهتر از شاهزاده از حکومتی که شکست بود؟ هرگز کسی باور نمیکنه. حالا که البته اسناد و نشانه هاش هم در آمده، ولی همونجوری که وعده کردم امشب من حتما به شکل استراتژیک این جانور رو تحلیل میکنم براتون. و یک مسئله مهمم آخه هست در زمینه حمایت از رضا پهلوی که اون رو هم باید بگیم. خب اگر اجازه بدن دوستان، نزدیک به 1 دقیقه، 1-2 دقیقه من گلویی تر میکنم باز. بسیار درود دوباره. شاهنامه سراسر درس آموز است. اساساً گویی تمام آگاهی که ما امروز یا هر زمانی در روند تعیین سرنوشت کشور و ایرانیان بهش نیاز داشته باشیم در این نسل ارزنده نگاشته شد. برگزیدن نمادین دیو سپید برای رضا پهلوی بی ربط از راز و رمزی که درون شاهنامه هست نبود. بگذارید یه مقداری بهتر توضیح بدم که بتونیم درک کنیم چرا فردوسی اساساً رضا پهلوی رو برای ما تعریف کرده قبلا. شاید ما درست شاهنامه رو نخوندیم. اول ببینیم شاهنامه چیه در مبحث استراتژیک. که از این نامورنامه شهریار به گیتی بمانم یکی یادگار. تو این را دروغ و فسانه مدان، به رنگ فسون و بهانه مدان. از او هر چند در خورد با خرد، دگر بر ره رمز و معنی برد. یکی نامه بود از گه باستان، فراوان بدو اندرون داستان. پراگنده در دست هر موبدی، از او بهره‌ای نزد هر بخردی. فردوسی میگه نامه‌ای در باب شهریاری از باستان با داستان‌های بسیاری به دست من رسید که در دست موبدان بود. در دست موبدان چیه؟ اوستا، نگاشته‌های زرتشت. و قبل از اینکه خود این رمز رو افشا بکنه اساساً میگه از او هر چند در خورد با خرد، یعنی باید با خرد خودت ازش برداشت کنی، دگر بر ره رمز و معنی. از نامه‌ای که من نوشتم به رمز نوشته شده و این رمز رو از کی گرفتم؟ از زرتشت گرفتم. شاهنامه که بر اساس اوستا نوشته شده، اینها همه راز و رمزهایی است برای شهریاری. احکام شرعی و شخصی نیست که، یک کتاب استراتژیکه از زمان باستان نوشتن برای اونهایی که میتونن رمزگشاییش کنه. هر کس هم نتونست رمزگشاییش کنه داستانها رو میخونه و لذت میبره. 2 لایه کتاب، هنرمندانه، استادانه، شاهانه، شگفت‌انگیز.
در میان این رمزها رستم در خان هفتم، یعنی در آخرین مسیر از نبرد عجیب و غریب خودش که افسانه‌گون هست، با موجودی مواجه میشه به اسم دیو سپید. دیو به معنای دشمنی بزرگ، بدصفت، جادوگر، مسخ کننده، زهرآگین، شاخدار، با درونی سیاه در غاری تاریک و دور از دسترس، اما سپید. حالا بعضیا میگن با موهای سپید، ولی دیوی است که به جای سیاهی اون دیو سپیدی اون تاکید شده بهش. یاد چی میفتیم؟ همون گرگ در لباس میش. ما سعی کردیم این راز رو رمزگشایی کنیم. جایگاهی که دیو سپید داره و به عنوان آخرین مرحله‌ای که برای پیروزی باید شکست داده بشه و همه از مقابله با اون خودداری میکردن یا توسط اون طلسم و کور شده بودن، از جمله کیکاووس و سپاهیانش. و جالبه که سپاهیانی که نتونسته بودن اون رو شکست بدن، رستم اون رو میدره و همه رو هم نجات میده. چه راز و رمزی است در دیو سپید؟ فردوسی توضیح میده که شما در مراحل پایانی نبردتون با اهریمن با موجودی مواجه خواهید بود در مرحله پایانی، قول آخر، که یک دیو سپیده که همه رو مسخ کرده، خودش رو سفید جلوه میده و به همین دلیل همه از مقابله با اون تفریق میرن که هیچ، بلکه مسخ شدن و در بند اون هم اسیرن. این رمزگشایی انگیزه اصلی بود که ما یک استراتژی سیاسی امنیتی رو به پاس فردوسی بزرگ به نام این آقا به ثبت برسونیم. امیدوارم که به زودی امکان این رو داشته باشیم که کتاب ترمینال رو که در باب مسائل استراتژیک هست در اختیار همه هموطنان عزیز به آسانی قرار بدیم. دست کم در اون میاد. استراتژی دیو سپید در واقع یک چارچوب تخریبی و ضد مردمی است که با هدف جلوگیری از تغییرات سیاسی یا اجتماعی در یک کشور طراحی میشه. این استراتژی توسط سیستم‌های سیاسی یا قدرت‌های حاکم استفاده می‌شود تا از طریق ابزارهای روانی، رسانه‌ای و اجتماعی مانع از شکل‌گیری حرکت‌های اصلاح طلبانه یا اعتراضی بشه. بنابراین ثبات و تسلط حاکمیت رو در نهایت حفظ و تضمین. حالا این استراتژی یک سری ویژگی‌های کلیدی داره. حالا شما میتونید هر استراتژی سیاسی امنیتی رو در نظر بگیرید، مهم این نیست. ما با وجه نمادین و رمزگشایی دیو سپید داریم بهش نگاه میکنیم. اساساً در نهادهای امنیتی این ویژگی‌ها و این ابزارها و تکنیک‌ها استفاده میشه برای ایجاد سد دفاعی در مقابل تغییرات سیاسی. این استراتژی امنیتی سیاسی ماهیت چند بعدی داره. از ویژگی‌هاش هست، یعنی باید ابعاد مختلف رسانه‌ای، اجتماعی، روانی و سیاسی رو در بر بگیره. فقط در یک مقوله اجرا نمیشه، در یک بعد اجرا نمیشه. به همین دلیل پروژه بزرگیه، کوچک نیست، دیوه، گرگ نیست. به صورت چند قطبی هم اجرا میشه، یعنی ممکنه در کنار عملیات اصلی دو یا چند رهبر سیاسی ساختگی دیگه هم به صورت موازی دستور کار داشته باشه که داریم، معروفن به صادراتی. عده‌ای همراهی میکنن رضا پهلوی رو، عده‌ای نقد خیلی سطحی و شخصی بهش دارن، تبلیغات منفی. باز از ویژگی‌های این استراتژی فریب و دستکاری هست، یعنی استفاده از وابستگی‌ها، سوابق یا پیش‌زمینه‌های مثبتی که مجری اون طرح براش در نظر گرفتن. چی از دودمان پهلوی و خاطرات خوش اون دوران بهتر که یکی از ویژگی‌های اصلی است برای ایشون. ویژگی بعدی تخریب اعتماد اجتماعی است.
یعنی هدف قرار دادن نهادهای اجتماعی و سیاسی. به چه منظور؟ به منظور کاهش اعتماد عمومی، نه افزایش اعتماد. تمام کارهایی که رضا پهلوی کرده در جهت تخریب پادشاهی بوده یا تقویت پادشاهی، در جهت سازماندهی عمومی بوده یا عدم سازماندهی و پراکندگی و اختلاف و انشقاق. پس جز اهداف و ویژگی‌هاش هست تخریب اعتماد عمومی. حتما باید این استراتژی پایداری قدرت رو تضمین کنه، یعنی به قدری باید خوب و دقیق اجرا بشه که سیستم سیاسی حاکم، یعنی جمهوری اسلامی، بدون چالش باقی بمونه. حیرت آوره واقعا با این وضع اسفناکی که جمهوری اسلامی داره و این همه که بزرگنمایی میشه رضا پهلوی و جذاب نشون داده میشه، هیچ ضربه ای تا الان از کانال اون به جمهوری اسلامی نخورد. حیرت آوره. ویژگی ها به شکل عجیبی تطبیق دارن. انعطاف پذیری تاکتیکی، یعنی بسته به شرایط و نیازهای خاص در هر موقعیت سوژه از ابزارها و تکنیک‌های مختلف استفاده. قرار نیست روی یک خط حرکت کنه. ممکنه در حرف بعضن موارد مشابهی رو از خودش بروز بده که اینها جز ابزارهاست، حالا بهش میرسیم، جز تکنیکاست. ولی در ویژگی چنین طرح امنیتی باید انعطاف پذیری هم داشته باشه. برای همین میبینیم که همین امروز یه دفعه یک جریان بسیار با ژست ملیگرایی و عدم خشونت هم با حمله اسرائیل به ایران همراهی کور میکنه، هم یه دفعه وضعیت جنگی به خودش میگیره، ادعای سازماندهی نظامی. این انعطاف پذیری تاکتیکیشه. یا با اصلاح طلبا و چپ‌ها و سایر نهادها یه دفعه دست میده، تا الان این کارو نمی‌کرد. انعطاف پذیری تاکتیکی. یکی از ویژگی‌های یا ویژگی اصلی استراتژی دیو سپید ضریب اطمینان بالاش، یعنی به قدری این روش خوب عمل میکنه و به اندازه‌ای قدرتمنده که حتی شفاف سازی و افشاگری به اهداف اون کمک میکنه. یعنی هر چی شما رضا پهلوی رو نقد بکنید، روابط خانوادگی، روابط شخصی، مسائل شخصیش و فعالیت‌هاش رو نقد بکنید، چون جایگاه سیاسی شما و جایگاه مبارزاتی شما پایین‌تر از اون پروژه طراحی شده است، به اون اختلاف‌ها و اون در واقع مسمومیت کمک میشه. یعنی اصلا هدف اینه که شما با نزاع و مقابله با یک اپوزیسیون ساختگی بی‌اعتمادی رو افزایش بدید. چون هدف که موفقیت رضا پهلوی نیست، هدف بقای جمهوری اسلامیه. جایگاه رو برای رضا پهلوی یگانه نگه می‌دارن، در این حال غیر قابل اطمینان. خب حالا ببینیم ابزار و تکنیک‌ها چی. این بخش خیلی جالبه که من اینو تموم کنم، می‌خوایم بریم با همراهان این پروژه نشستی داشته باشیم. نخستین ابزار و تکنیک این استراتژی پروپاگانداست. هر ابزار و تکنیکی یه هدف داره، یه روش داره. هدف پروپاگاندا ساخت یک روایت درون توحید، یک حکومت جایگزین قوی، رویایی، برای اینکه در نهایت افکار عمومی به سمت حمایت از سیستم موجود سوق داده بشن. روشش هم روش‌های رسانه‌ای خوبه. ابزار دوم اخبار جعلی. یعنی شما ممکنه خیلی وقتا راجع به همین دیو سپید اخبار جعلی دریافت بکنید. بعد این اخبار جعلی تکذیب میشه، به جا اندازی اون استراتژی کمک میکنه. همین دیروز فکر کنم خبری آمد که یک ایرانی رو که از هواداران سلطنت بوده در کانادا به جرم قاچاق مواد مخدر دستگیر کردن. محموله خیلی سنگین بوده، بعضی‌ها میگن نزدیک به 200 کیلو، بعضی‌ها کمتر از نیم تن. و در کنارش از اونجایی که یاسمین پهلوی به نظر میرسه با این باند در عکس‌ها دیده شده و از اون طرف در همایش مونیخ حضور نداشته، بلافاصله یک پازلی به وجود آمد که
رضا پهلوی احتمالاً و همسرش در قاچاق مواد مخدر با یک باند بین‌المللی وابسته به سپاه پاسداران همکار هست. خب این اخبار میتونه فیک باشه به احتمال زیاد. یک اخبار عجیب و غریب اگر فیک از آب در بیاد به موقعیت رضا پهلوی کمک میکنه. هرچند چنین تجارتی از طرف ایشون بعید به نظر نمیرسه. ولی ما استراتژیک صحبت میکنیم. به حواشی نمیریم. به حاشیه نمیریم. ابزار سوم دستکاری رسانه‌ای، اون منیپولیت اصطلاحاً، یعنی جریان اطلاعات، اون چیزی که باید از طریق رسانه ها به مردم آگاهی رسانی بشه دستکاری میشه. بخش زیادی از واقعیت ها پنهان میمونه، مثل همین مسائل سلطنتی که ما میگیم، مثل وابستگی جریان سلطنت مشروطه به اسلام، موارد کلیدی که میتونه اون پروژه رو کنسل کنه. پس شما حتما بایستی که دستکاری بکنید. شخصیت‌های خیلی مطرحی رو میشه در این روش بسیج کرد که توجیه بکنه موقعیت سوژه. ابزار بعدی نمادها و شعارهاست. خدا بده برکت. چرا سلطنت طلب‌ها با پرچم شیر و خورشید هم خودشون رو هم ما رو خفه کردن؟ این جریان اتاق فکر جمهوری اسلامیه. جمهوری اسلامی بهتر از هر کسی میدونه جای چه تمدنی نشسته. به خوبی میدونه جای چی رو گرفته. میدونه پادشاهی ایرانی چیه. میدونه یک سید آیت الله رهبر نشسته بر تخت تهران جای داریوش و کوروش و شاپور نشسته دیگه. بایستی اون نماد رو در سایه یک نماد ساختگی ولی به نظر ملی پنهان کن. بهترین ابزار وقتی شخص رضا پهلویه دومش هم باهاش میاد. تحریک احساسات و ایجاد اتحاد کاذب با استفاده از نمادهای وابسته به اون دیو سپید، این یک امر برنامه ریزی شده است. ابزار و تکنیک این استراتژیه. یعنی شما اصلا نمیدونی یه دفعه چی میشه، سمپاتی پیدا میکنی به پرچم شیر و خورشید. خودت نمیفهمی چرا. کسی میتونه از این فریب خودش رو رها کنه که بتونه مقایسه کنه و پیشینه شیر و خورشید رو با پیشینه درفش کاویانی مقایسه کنه. در مسائل مهم و حساس همش با هم نداریم که. خطت باید یک محکم و راستین باشه، مثل ستون که هر بادی تکونت نده، که هر فریبی نبردت. ابزارهای کمکی هم داره، یعنی سرودهای بعضن ملی و شعارها در راستای اون نماد پازل جا اندازی دیو سپید رو تکمیل میکنه. شما اگر رضا پهلوی رو به عنوان یک گزینه مخرب و فیک شناسایی کردی، بلا فاصله باز از نمادهایی هم که به این آدم آویزونه فاصله بگیری. نگیری هنوز تو فریب موندی. ابزار پنجم تقسیم بندی اجتماعی، سوشال دیویژن. یادآوری میکنم یاران، دوستان، ابزارها و تکنیک هایی رو که عنوان میکنم جزء مبانی اصلی در جنگ روانی است. ما در قالب یک استراتژی سیاسی امنیتی اون رو توسعه دادیم، چون ظاهرا کشورهای دیگه به این سیاست احتیاجی ندارن ولی آخوندا خیلی بهش نیاز داشتن. تقسیم بندی اجتماعی. دیو سپید سعی میکنه از طریق اطرافیان و نزدیکان خودش بین گروه‌های مختلف جامعه تفرقه ایجاد کنه. ملا چپی، مجاهد. ببینید نوشته در روش این آیتم برجسته کردن تفاوت‌های قومی، مذهبی، طبقاتی برای افزایش شکاف اجتماعی. این کار یه رهبر واقعیه. ابزار بعدی تناقض‌گویی. این که دیگه روشن‌تر از آفتاب. تا دلمون بخواد رضا پهلوی تناقض‌گویی داشته. میرم بعدی. تخریب شخصیت، از بین بردن اعتبار و وجهه سایر رهبران مخالف یا شخصیت‌های کلیدی. ببینید با جمشید شارمغز همین اواخر چه کردن.
وقتی ما میگیم غزاله کانالیزه شده تو پروژه رضا پهلوی، تکنیک هفتم تخریب شخصی جزء اصول یک استراتژی امنیتی است. فحاشی و شایعات و پرداختن به مسائل شخصی یا حملات شخصی هم که دیگه بکنم همه یه بار باش برخورد داشتیم. دست کم از روش‌های تخریب شخصیت است که جریان پهلوی است یا سلطنت مأمور انجام اون است. یعنی اون چیزی که شما در سازماندهی رضا پهلوی می‌بینید مجموعه سازماندهی شده برای ایجاد تفرقه و تخریب دیگران هست. فکر نکنید سازماندهی نداره، داره، جهتش متفاوت. اینجوری میشه دیو سپید رو پیشونیش ننوشته. مورد 8، ابزار و تکنیک این استراتژی. روایت‌های احساسی. چه اشک‌هایی ریختن تو این همایش مونیخ، دل آدم کباب میشه. وای وای. بهره برداری از شبکه‌های اجتماعی به شکل اختصاصی. توضیح بیشتر میخواد. تمام مبارزین محکوم به مرگ و حبسن مگر ایشون، یعنی پول براش خرج میشه که کاملا اهدافش در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها بولد بشه، حالا بیاد. مورد 10 و آخر تکنیک در این استراتژی که از همه جالب تره، مثل اون کاهش کاریزما در فرایند تشخیص فیک بودن رضا پهلوی، اینجا این نکته خیلی جالب و تعیین کننده است. اغراق و تکرار. شاهزاده‌ای که از یک دودمان برافتاده هست دائم تکرار میشه اعلی حضرت رضا شاه دوم. آخه شما اگر واقعا هم نیروی پیشبرنده این گفتمان باشی میدونی که با این اغراق کار خراب میشه. آقا در شرایطی هستن که مردم با واقعیت دوست دارن جلو برن و زندگی بکنن. پس یادمون باشه اساساً اغراق و تکرار کار هر پروژه‌ای رو خراب میکنه. اینجا که جزء تکنیک‌های اصلی استراتژی امنیتی دیو سپید در خدمت رضا پهلوی است. بنابراین با این روی کرد اتفاقاً معترضان تأثیر میپذیرند و جذب میشن. وعده‌های کاذب، چشمانداز ناروشن و کم مسئولیت روشون اثر میذاره، ولی در این حال اتحادشون رو هم تضعیف میکنه. به شدت اعتماد اجتماعی رو این استراتژی به شکل سیستماتیک تخریب میکنه. نهادهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی نمیتونن با هم دیگه ارتباط برقرار کنن. تضادها اجازه نمیده. دو پادشاهی خواه اگر واقعا یکی از سمت مسائل فرهنگی و باستانی با یک پادشاهی خواه که مسائل اقتصادی و سیاسی دوران پهلوی رو ملاک دیدگاهشون قرار بدن و بخواد در کنار هم قرار بگیرن، در تعارض قرار میگیرن، به دوگانگی میرسن. وقتی نمادها تفکیک شده نیست، در بحث همون پرچم شیر و خورشید به طور مثال بین شیر و خورشید مجاهدین و پهلوی مردم میمونن. وقتی که در خیابان‌های خارج از کشور ما با پرچم شیر و خورشید مواجه میشیم، اون کسی هم که درفش رو در دست گرفته بهش نگاه میکنیم، تاریخ برنامه رو هم نگاه میکنیم، میتونیم متوجه بشیم حالا این تیم مجاهدینه یا تیم پهلوی. ولی اگر همین مسئله بخواد در یک شرایط جدی و براندازانه در داخل ایران، در خیابان‌های شهرهای ایران این پرچم بیرون بیاد و دیده بشه، این مال کیه در ایران؟ چجوری میخوای تشخیص بدی؟ پس نمادها به شکلی به کار گرفته میشن که اعتماد اجتماعی و عمومی تخریب بشه. بنابراین اینجا خیلی ساده متوجه میشیم که مجاهدین خلق هم با تاکید بر شعائر شیعی، هم استفاده از پرچم شیر و خورشید، اونها هم نیروی کمکی همین پروژه هستن در همکاری با جمهوری اسلامی. حالا اگر ریشه هاش رو و شواهدش یا مدارک امنیتیش رو ما نمیبینیم، با تحلیل استراتژیک باید اینو تشخیص بدیم که اینها همه در نهایت برای سیستم موجود مزیت بقا به همراه داره، همونجوری که امروز میبینیم. خب پس اینم از تحلیل استراتژیک مواضع
روی کرد و برنامه‌های رضا پهلوی به دلیل اینکه ما نیاز داریم در این روزها با حقیقت آشنا بشیم و حرکت کنیم تا آزاد بشیم. ما واقعا در انجمن پادشاهی داریم تمام تلاشمون رو میکنیم. ما هم توضیح درست، روشن و واضح هم از پادشاهی داشتیم، هم از روش مبارزه برای رسیدن به پادشاهی، در حالی که در اون کانال همه چیز برعکسه و صرفاً به دلیل در اختیار داشتن ابزار و لوجستیک لازم برای اون کانال فیک میبینید که مسمومیت بیداد میکنه و در نهایت جمهوری اسلامی از بقای خودش همچنان لذت میبره. خب حالا ببینید در محور دوم که حمایت نیروها یا دولت‌های خارجی از جریان رضا پهلوی هست، ما مقداری با این دوستان کار داریم. مخصوصا به نظر میرسه با توجه به مالکیت جدید تلویزیون ایران اینترنشنال و موازات حملات نقطه‌ای ارتش اسرائیل به سپاه پاسداران در همزمانی با طرح همکاری ملی رضا پهلوی، به نظر میرسه یک حمایت‌ها و روابط و برنامه مدونی برای حمایت از شاهزاده رضا پهلوی از سوی اسرائیل داره صورت. خب بریم در دیدگاه نهادهای سیاسی و نظامی ارتش اسرائیل در جنگ روانی با جمهوری اسلامی و مقداری هم برای مشروعیت گرفتن از مردم ایران برای حمله به جمهوری اسلامی و نفوذ به آسمان ایران. دیدیم و شنیدیم که آزادی مردم ایران، کمک به رهایی از دست یک رژیم تروریست و جبران لطف کوروش بزرگ از سوی نهادهای نظامی و سیاسی اسرائیلی در میدان شنیده شد. خب حالا اگر این حمایت ها رو و این گزینش ها رو در کنار برنامه‌های رضا پهلوی قرار بدیم، یک چیزی وسط باید وجود داشته باشه دیگه، که یا رضا پهلوی داره با جمهوری اسلامی همکاری میکنه که در جنگ با اسرائیل شکست نخوره، در این حال اسرائیل هم داره رضا پهلوی رو به واسطه رسانه ایران اینترنشنال تبلیغ و حمایت میکنه، یا اینکه نه، برنامه رضا پهلوی با اسرائیل جداست و قصد دارن که انقلابی رو در ایران به واسطه حملات نظامی در نهایت ترتیب بدن و رضا پهلوی به قدرت برگرده. خب این وسط اصلاح طلبات چیکارن؟ چرا اونام تو میدونن؟ چرا اونام با رضا پهلوی دارن کار میکنن؟ ببینید زدوبند وجود داره، مشخصه یک زدوبند و هماهنگی جالبی بین نهادهای ثروت و قدرت در داخل ایران و نهادهای امنیتی اسرائیل، موساد، به واسطه برخی محاکم‌ترین اون رضا پهلوی است. این وسط در جریان که برآورد انجمن پادشاهی ایران این هست که در نهایت تمام این تلاش‌ها به دلیل ناآگاهی از اصل ماجرا در دیپ استیت جمهوری اسلامی فقط به نفع جمهوری اسلامی تمام خواهد شد، چون هم حامیان رضا پهلوی، هم اصلاح طلبان ریزشی، هم نظامیان ریزشی در صورت وجود و هم نیروهای اسرائیل در یک اشتباه استراتژیک به سر میبرند. و شما زمانی که در گفتمان و تعهد خودت به خطا و اشتباه بیفتی، فریب هم میخوری. روزی که کوروش بزرگ بابل رو فتح کرد و یهودیان رو آزاد کرد، یهودیان فقط یهودی بودن. یهودیان در آن روز نه اصلاح طلب داشتن، نه تجزیه طلب داشتن، نه پان ترک داشتن، نه پان کرد داشتن، نه پان بلوچ داشتن، نه پان عرب داشتن، نه مسلمان بودن، فقط یهودی بودن. و کوروش چه کار کرد؟ مستقیما مردم یهود رو بعد از آزادی به سرزمین خودشون بازگردون، پادشاه اونها رو تعیین و حمایت کرد و بنای بازسازی هیکل سلیمان یا معبد سلیمان رو هم گذاشت. یعنی کوروش دقیق متناسب با شرایط اجتماعی و سیاسی و جغرافیایی مردم یهود تمام تعهد خودش رو کامل به اجرا در آورد.
امروز شما که میخوای در ازای مهر کوروش بزرگ که مردم یهود را آزاد کرد با یک جمله خیلی کوتاه به مردم ایران لطف کنی، یا لطف نکن یا به راستی وفادار به کوروش و منش کوروش باش. نه اینکه به گونه‌ای عمل کنی که با ایجاد زمینه فروپاشی نظام آخوندی و در عین حال ناتوانی مردم در سازماندهی سیاسی به دلیل سرکوب و مسمومیت پهلوی اون قدرت رو با بی‌مبالاتی در اختیار یک جریان ضد ایرانی و قطعاً ضد اسرائیلی دیگه قرار بدی. وقتی کار رو ناقص پیش میبری استاپ میخوره، چون خطای استراتژیک داری مرتکب میشی. دوست من، مردم ایرانی که با آگاهی ویژه‌ای علی‌رغم اینکه میدونن حمله کشور خارجی به ایران اصلاً چیز خوبی نیست، فقط به هوای اون پیوند تاریخی بین ایران و یهود به پاس کوروش بزرگ از این حمله استثناءً استقبال کردن. ولی آیا شما هم به همین معرفت و پیمان از فرزندان کوروش حمایت کردید؟ فرزندان کوروش کسانی بودند که آمدند در پاسارگاد روز 7 آبان، روز آزادی یهودیان، و گفتند کوروش پدر ماست و از همین رضا پهلوی فحش فاشیستی خوردن. اونا فرزندان کوروش بودن. شما میلیون‌ها دلار ریختی تو جیب رضا پهلوی که با اصلاح طلب که چه عرض کنن با همون اولیگارشای شیعه زد و بند کنی به خیال این که فقط اسرائیل دیگه موشک نمیخوره و دیگه از دست سپاه راحت میشی. آیا واقعا کار سختیه که بفهمی این دشمنی ها با یهود و تمدن ایران چه ریشه ای داره و زمانی که بخوای این دشمنی رو پایان بدی به نفع شعبه دوم این دشمنی عمل نکنی؟ این کار سختیه. شما داری به شعبه دوم دشمن خودت کردیت میدی. کار سختیه که متوجه بشی با دست خودت داری اون امام زمان رو که با صلح اورشلیم رو فتح میکنه مشروعیت میدی. گرفتی کجا کلا رفته سرت بابا؟ خب حالا میفهمی کم کم میفهم که خود بریم جلو. با توجه به افزایش کمی و کیفی فعالیت‌های رضا پهلوی در شرایط بسیار ویژه‌ای که کشور در اون قرار داره، ما مجبور هستیم علی‌رغم میل باطنیمون نسبت به فعالیت‌های این جانور و این دیو سپید صحبت بکنیم و روشنگری انجام بدیم. امیدوارم که مطالب کافی بوده باشه. حالا اگر که امکانش باشه اون بخش از تعریف استراتژی دیو سپید فایل نوشتاریش رو هم در کانال قرار میدیم و دوستان میتونن به آدرس تهیه کتابم فکر کنم بر اساس اون متن مراجعه بکنن و در نهایت در روزهای آینده شرایطی رو پیش رو خواهیم داشت که بایستی به اصل کار و برنامه سازماندهی ها و تشکیل هسته ها بپردازیم. متاسفانه فعالیت های تبلیغاتی و فانتزی در فضای مجازی قطعاً بهره‌وری کار اصلی در میدان رو پایین میاره و این فعالیت های تبلیغاتی پرطمطراق هم قطعاً براندازان رو و نیروهای جدی رو چه در انجمن پادشاهی چه در سایر گروه های همتیپ ممکنه دلسرد کنه که ما بایستی از این دلسردی جلوگیری بکنیم. انجمن پادشاهی و یاران تندر همواره سعی کردن مانع از این انفعال ها و دلسردی ها بشه. ما وقتی که مطمئن باشیم همچنان کار جدی و حساب شده با طرح شفاف و مشخص کار این رژیم رو تموم میکنه، به هیچ وجه لازم نیست از برنامه‌های ساختگی و درب و داغون رضا پهلوی احساس ناامیدی کنیم. انجمن پادشاهی هست،
در کنار همه مبارزین. ما از قلب تمام مبارزین راستی که برای نجات خود، خانواده و مردمشون بی جنگن آگاهیم. ما پوزش میخوایم به دلیل اینکه رضا پهلوی باعث شده شما نتونید با تمام وجود، قلب، دل و خرد خودتون رو با درفش کاویانی و ایرانیت محض و پادشاهی کوروش بزرگ همراه بکنید، ولی در قلبتون، در جانتون ایران رو و شاخصه های تمدنیش رو میشناسید و در مبارزه دارید ازش الهام میگیرید، نیرو میگیرید. ما به اون احترام میگذاریم، ما به اون توان و اون احساس قلبی شما و ایرانیت شما به عنوان برادران خودمون احترام میگذاریم. ما پشت شما هستیم و مردم ایران باید بدونن اگر فرد خیانتکاری و از کار افتاده ای امروز به دروغ خودش رو در شرایط رهبر سیاسی پدر معرفی میکنه، انجمن پادشاهی ایران مثل یک پدر واقعی برای ایران تاکنون پدری کرده و باز هم خواهد کرد و در کنار تمام مردم و مبارزین خواهد ایستاد. ما اجازه نخواهیم داد که آخوند یه بار دیگه همه ما رو گول بزنه، چه کارمند، چه کارگر، چه معلم، چه پرستار، چه راننده، چه ارتشی. میخوان به واسطه رضا پهلوی و 2 کردیت از برنامه‌های خارج از کشور تمام ثروت و قدرت آخوند رو پوست اندازی کنن، با یه پوسته جدید دوباره مردم ایران و تمام ظرفیت‌های نظامی و اقتصادی ایران رو به بردگی بکشن. امیدوارم که مخصوصا ارتشی‌ها و نظامی‌های ما فریب این بخش از سناریو رو نخورن. اگر تمام تلاش ما در این سالها برای این بوده که از شر فریب و غارت و تسلط اهریمن بر ایران رها بشیم، این اصلاً چیز ساده ای نیست که به راحتی با یک QR کد فریبشو بخوریم. خیلی مراقب باید باشیم. بسیار خوب، تا برنامه‌های بعد که نسبت به استراتژی‌های اصلی برای مبارزین خواهیم گفت، با شما بدرود میگیم. پاینده ایران برقرار، آیین ریشه‌ای و کوبنده تندر. بدرود.